با سلام دوستان، البرز هندیمن تعمیرکار البرز سایت در خدمت شما هستیم. یوتیوب، آپارات، اینستاگرام، این ویدیوهای ما رو دنبال کنید. سعی می‌کنیم ویدیوهای آموزشی براتون بیشتر بذاریم. امروز می‌خواستم یه تستر برد درست کنم واسه خودم که تو محیط ایدئال بعضی از بردها رو تست بگیرم، مجبور نشم ببرم تا تعمیرگاه برد یا خودم تا کارگاه بیام، بعد مطمئن شم که مشکل از برد هست یا نه. شما به چند تا لامپ 220 نیاز دارید، چند تا کلید 0 و 1. شما می‌تونید برای ترموستات NTC ها، برای NTC های مصرف و آب گرم رادیات هم ولومی بذارید که هی باید با اوم متر تست کنید که مثلا رو 10 هست رو 5 هست، میشه تغییرش داد دیگه. هم میتونید با دو تا سوسماری به دو سر اون لاین کنید، همون یه مقاومت 10 کیلو بگیرید بذارید سر راش که اونو مستقیما دمای محیط رو به برد ارسال میکنه. چند تا سوسماری باید بخرید، از این سوسماری‌های کوچولو، یه مقدار سیم، خیلی ساده هم هست نصب کردنش، همشون کافیه فقط دو تا سیم با سوسماری بیارید بیرون از داخل برد. من توی پیج بعداً طریقه نصب روی هر برد رو هم بهتون نشون میدم. شما میتونید تو ویدیوهای بعدی ببینید که این بعد آماده کردن این تستر برد ساده چجوری روی برد سوار میشه. یه قسمت هم که حالا این هنوز آماده نکردم بچه‌ها، این دو تا سوسماری میخوره تو برق قسمت تغذیه برد، اینم توی آپشن‌های برد بس میشه که یه محیط ایدئال برای تست باشه. یه قسمت دیگه هم جالب بهتون بگم، این دیود هاست بچه‌ها. این دیود اسمش من براتون توی پیج میذارم. این دیود برای شبیه سازه، ببینید این دیود برای شبیه سازه میلیون درست میشه 1N، خیلی سخت خوندنش، 1N 4007، 1N 4007. این دیود برای شبیه ساز میلیون استفاده میشه. بدونید که شعله برقرار باشه شما میتونید با وصل کردن این دیود به میلیون و اتصال به بدنه نحوه اتصالش هم خیلی ساده است. ما یکی از اینا درست کردیم، این قسمت اون دیود رو قرار دادیم، دو تا سوسماری هم دو طرفش. یه قسمت منفی دیود بس میشه به میلیون و از اون سمت هم بعد اینکه جرقه زن شروع به کار کرد، بعد چند ثانیه شما که بس میکنید به بدنه، این دستور به برد ارسال میشه که شعله برقرار شده و این به این ترتیب احساس میکنه که شعله پایدار. اینجوری شما میتونید مسائل دیگه رو چک کنید و متوجه بشید که میلیونتون خراب هست یا سالم. حالا بعد موقع تست هم من ویدیوهاشو میذارم و ویدیوهای برای هر کدوم از این بردها هم ویدیو جداگانه میذارم برای بردها که چجوری شما هر بردی رو با این دستگاه ساده تست کنید. با ما همراه باشین، ویدیوهای ما رو بیشتر دنبال کنین، سابسکرایب و لایک و فالو هم یادتون نره. واقعا ممنون میشم ازتون که باعث بشین ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. سایت البرز هندیمن، آپارات، یوتیوب و اینستاگرام در خدمتتون هستیم.